جنگ غزال نایت و نظیر خارا. اما چرا؟ خیانت بزرگ غزال نایت در حق نظیر خارا. بستری شدن نظیر خارا در شفاخانه. آیا با واقعیت نظیر خارا فلج شده است؟ غزال نایت در کجاست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق این ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال من. برای عضو شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. نظیر خارا هنرمند سابق قدار، محبوب و سرشناس افغانستان است که بیشتر از 3 دهه می شود برای هنر موسیقی افغانستان خدمت کرده است. نظیر خارا در سالهای 2000 میلادی از جمله اولین هنرمندانی بود که به کشورش دوباره برگشت و دفتر موسیقی ساخت. نظیر خارا شاگردان فراوانی را در افغانستان و خارج از افغانستان تربیت کرد. نظیر خارا اولین استاد غزال نایت بود و غزال نایت را تشویق به هنر آوازخوانی کرد و با غزال نایت آهنگ‌های مشترک بیشمار ثبت کرد. این همه در حالی بود که در آن زمان غزال نایت ظاهرش را برای علاقمندان و طرفدارانش آشکار نساخته بود. غزال نایت بعد از رفتنش به کشور کانادا کاملا از استادی با نظیر خارا منکر شد و بیان کرده است صدا و هنر موسیقی من خدادادی بوده است و من هیچ زمان نزد نظیر خارا شاگردی نکردم. ولی این را همه می‌داند که غزال نایت چندین آهنگ مشترک با نظیر خارا سروده است و نظیر خارا مشوق و استاد غزال نایت در راه هنر موسیقی بوده است. نظیر خارا در کشور آلمان زندگی می‌کند و تصاویر وی در صفحات مجازی درس کرده است که وی در حالت بسیار بدی در شفاخانه در آلمان بستری است. من آرزوی صحتیابی برای نظیر خارا از بارگاه عزتمندان تمنا دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستداران و علاقمندان نظیر خارا و غزال نایت به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای دوست شدن با کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما نازنینان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.